تو که افسانه داریم. خب میگه صبحانه نیست چی بخوریم. چه نداریم بچه کار نمیکنه یا بچه نیست؟ هیچ نداریم، یک داشتیم برای رضای خدا را. چی میکنی؟ اما تو میگی؟ ما کارابان کنیم تپا خب نمیده جنگا ماین پران تو کجا پایت ما گور است؟ یک پای قطع است. قیمت است. خداوند به تو غیرت داده. دوست گدایی نمیتونی بریم بشینیم جای گدایی بریم میکنیم میگیم ماکس هم هوید نداره. من بیخی بزنم تا بگاره 40 روپیه 30 روپیه نهایت بالاش که بزنم 50 روپیه بریم بالا. میفروشی کاکو؟ میفروشیم روزگار نمیچله. سوی از خانه بار میبرشم خدایا بودی تو حرکت بود یک چیزی مرا بیدی خدایا تو به من رحم کو روزگار نمیشنه در بدر خاک به سر هستیم اگر روزگارم بیچله برم در کل مسجد نماز میخونم کاکا جان بیا بار میبری؟ بار میبری؟ بیا کاکا جان بیا کاکا جان اینجا که ساد کن بگی کاکا جان بسم الله کاکا گرنگ بود؟ خیلی گرنگ بود؟ خیر است این شما بالا میکنم کاکا جان گرنگ است باز برده میتونی؟ میتونی برده؟ خدا دیگه چی کنیم غریبی دیگه چاره نمیشه کار نکنیم فلان پیدا نمیشه بیا انشالله من کمک میکنم خودم کتت کمک میکنم کاکا جان سلامت یا الله بسم الله الرحمن الرحیم خب ما کمک نکنم خیر ما که مانداشتیم باست تو بگی خیلی کاکا جان ما که مانداشتیم باست بگی کاکا جان بگی کاکا جان نبفته از پیشت کاکا نمیفتم انشالله بخیر هستی چطور است کاکا جان روزگار خدا شکر دیگه تیر میشه دیگه چیزی که امر خداست دیگه روزگار کار غریبی نیست باز یگان ذره کار بار میکنی؟ بالا سفید هستیم کار غریبی هم نیست خب بسیار مجبور هستیم میبراییم قدم زکراش باز روزی چقدر کار میکنی؟ بعضی روزا یک 20-30 کار میشه بعضی نمیشه خب هیچ نمیشه؟ نمیشه عاجزی خوابی من نگیرم کاکا جان جای باشه حالا که با هم میبریم فقط مانده شدیم مقصد اگه مانده شدیم خب کاکا جان حالا باز دیگر به خانه یگان چیز میبری یک دقیقه یک باق مانده شدی بسیار مانده اید کردنه مانده میشه دیگه سفیدستی ها ای قیرش سفید شام کاکا جان یک سوال میکنم خب خفه نمیشی نه چرا نمیشی نه صبح که آمدی در خانه چی نبود باور کو ما اینمال سوخت نداریم خانه ما یک اولادا صبحی افسانه داریم میگه صبحانه نیست چی بخوریم ما میگیم نان گرم کنیم بخوریم قدر جانتون جور باشه این تمام چی داریم این ما کاریگر تنها خودم هستیم دو تا دختر داریم چهار تا داریم دوش به شوهر داریم دوش به خانه هست یک 7 ساله بچه نداری کاکا جان؟ بچه نداریم بچه کار نمیکنه یا بچه نیست؟ هیچ نداریم یک داشتیم برای رضای خدا را خدا از ما گرفت مصلحت خدا نبود دیگه میدست تنها همین که خیلی من کاش که میفهمیدم کاکا جان اینی میره برای ما دو کوچه یک کسی کمک میکرد میره کاش که میگفتم تا میبودی خب قسمت از دیگه البته نبودیم دیگه قسمتمون نبوده کاش که میبودی کاکا جان خیر خدا جان جوری به تیره که الهی آمین الهی تو که ورزه برای تو خدا برای تو خود کنه سلامت یک کار میکنیم قدر مشکلات که داری یک کار میکنیم خدا کنه صحیح نه یک معامله میکنیم قبول میکنی؟ چیزی که شما بگید دیگه بسیار خوب یک کار میکنیم خیر کاکا جان اینمی مواده خیلی به تو میتیم از مکه تو مستحق هستی گوش کن تو اگه اینطور لطفی خدا باشد توی که لطف و محبت برای ما کنی خداوند عجیش به شما میده خدا بسیار گفت و پاداش میده لطف خدا سر کلی مسلمانه باید سر شما باید الهی آمین خدا سلامت باشه این مواده یک همشیره که ما برات روان کرده خانم فاطمه زمانی از جرمنی
گفته که این مواد برای کاکا تسلیم بکو و از ما یک خواهش داشته بیچاره یک مریض داره کاکا جان مریض اما مریض یک دعا میکنه این برایت میگم جان کاکا خداوند با آبروی حبیبش حضرت محمد مریضای کل مسلمانان شفا بده اون مریضی که او داره مریض رو شفا بده یک مشکلاتای کل ما و شما را حل کنه خدا عشق پاداش این کمک تو برای ما میکنی اجر پاداشش در دنیا و آخرت برای شما بده الهی آمین کاکا جان خیلی وقت نمیگیرم دیگه برو طرف خانه کاکا جان الله نگهدارت بخیر استفاده کنی کاکا جان خدا نگهدارت سلام علیکم مادر جان خوب هستی مادر جان بخیر هستی حالت خوب است مادر جان بخیر هستی این پتو است چادر است چادر است بچه من خب میفروشی خاله جان خب دیگه چی داری در بینش مردانه هم داری خاله جان نه پتروگا کویا خب kurtik asta دیگه جان پرکو asta یعنی اور بچه هم دانه در پیا خاله جان این مفروشم چی میکنی اما تو میگی ما خورا بچه من تاتا منیا پایکت نیست نه تاتا ماما میده چو اخی رقم شده خاله جان یک 10 سال میشه بچه من پای من خب امیدا جنگا من ترا خاله جان بازی چی رقم که ای پایت کراچی تا میاری این کراچی رو میگیرم بازم لنگر سر کراچی امت میرم ام لنگر زیاد سر کراچی تایر داره دیگه میگه قدم زیم امجا سر کامی کناره دم لنگر آیستا خاله جان باز دیگه نانآور نداری نه بچه من در خانه هیچ کس نیست نه بچه من یک دو تا دختر دارم یک تا بچه من خوردم اتابا دیگه بچه من ده خدای تو برکو بچه من با خدا کارگر ندارم باز روز چند سودا میکنی این یک روزی 40 روپیا 50 روپیا هم قدر که شد خیلی خوش میشم بچه باز چی میشه دو خیلی خوش میشم من یک 4 تا نان 5 تا نان میبرم همین نان خوش یعنی قطره روغن نیه خاله جان آرکیت گرفتنه والده خانه چیزی بود صبح که آمدی نه بچه نه ها هیچ چیز ندارم هیچ چیز نداری هیچ نه روغن دارم نه پیاز کچالو نه آرد هیچ چیز ندارم که بیخی نمیتونم خاله جان بچه من برای جگر خون که دی بیخی بچه من خدای پاک شما جان جور بده خاله جان من جگر خون شدم شما را نگاه کنه بچه جگر میشه آدم بچه من جالو یعنی روز مثلا که دینی که ما یک 2 تا لیلامیر اینجا غلیمت میدونیم خب یک کار میکنیم یک سوال میکنم خفه خو نمیشی خاله نه بچه میشه خفه نمیشم خب اگر ما برات یک ذره مواد غذایی بیارم چی بیارم برات خاله جان بچه میم خوردنی روغن نداشتم هیچ چیز نداشتم مگه مهم آرد روغن خب آره بچه شو من برات میارم خاله جان خاله جان که در این حالت مادر جان تو که در این حالت همت میکنی در این حالت غیرت میکنی در این حالت کار میکنی دستت به کسی دراز نمیکنی این همتت پیش خداوند با ارزش است مادر جان خداوند تو را با همت خلق کرده مادر جان پس ما در خدمت هستم مادر جان فقط خدا که تامین جگک باشی جایی نری من فقط زود کده برات مواد میارم صحیح است مادر جان ها خوش میشی خوش میشیم بچه خدای ما خوش میشم ما خوش میشم مادر جان مرا جگر خون کردی پیشتر مرا جگر خون کردی خیر باشی مادر جان خیر خدا که آمین خیر خدا که تامین جگک باش ما برات مواد میگیرم میایم صحیح است مادر جان خیر باشی مادر جان تشکر پس میایم مزود پس میایم مادر جان بشیم جگر بشی بسم الله الرحمن الرحیم خاله جان سلام علیکم خوب هستی خاله جان بخیر هستی جان اینجا راست اینم مواد تا آوردم خاله جان یعنی برات آرد گرفتم خاله جان برنج گرفتم روغن مکرونی چای بوده کل چیز برات گرفتم خاله جان تشکر بیادر بخیر باشی خاله جان خدای پاک جان جور سلامت باشی ایره یک همشیری ما
لطف کرده بر شما تحفه روان کرده خانم فاطمه زمانی خدا خانم فاطمه را الهی آمین نگاه کنه. بیچارگک یک مریض داره خدا گفته اگه شما بر من الهی آمین خدای پاک الهی آمین دیگه مریض را خدای پاک الهی آمین شفا بده. الهی خدای آمین. پاک جان الهی آمین. جور بده. خب خیمه و تو بخیز که دیگه ایره ببریم بخیر برات کجا میبری خانه خانه میبرم بچه. سایز خیلی همین چیزای تا همینجا بان بر یکی تصمیم بکن سایز نه بخیز که ما تو بریم خدا یا. سلام علیکم کاکا جان خوب هستی؟ جان جان بخیر هستی؟ حالا حالت خوب است کاکا جان؟ بخیر است؟ کاکا جان ماسک بفروشی؟ بله چند است ماسک کاکا؟ چند است ماسک؟ دانش 5 پس دانه 5 روپا؟ بله جورش داره با دانش 5 از این ماسک اصلی است یا نه؟ بله یکی جزء است سعی کنم چرا نه خب باش که هوا خیلی خراب است کاکا نیست؟ ها؟ هوا بسیار خراب است هم خلوط است هم بدن آسمان رو بگید آسمان هم خراب است نه؟ همین سایز برام چیزاست بله کاکا جان پایت ما اوگار است خب یک پوینت قطع سبیدم شرایط جنگ آدم را زدن چی شده؟ من زدن درا این زمانی که دوره چیز میرفتیم طرف ساحاب میرفتیم چکر تو درا بو طرف من زدن گرفتن باشه تقریبا 22 سال پیش یک دونه جیف من زدم رای در میدان از این شوکی ارغندی بالاتر این میجه بدن جیف بودیم من زد پای ما رو میرفتم خداوند کاکا جان با تو ای تو مانده نشی حالا ای تو به دست من این چرا مونده نمیشه اینمی تو باز کل روز 24 ساعت نمیره خماس بدیم یا لاس میگه این خود نیزمی یک لقمانون آید خانه را پای با همت است خداوند به تو غیرت داده بسیار مردم هستند که مثل خودت صحت تن سالم دارن ولی کار نمیکنن خداوند به تو غیرت داده روزگار چطور میشه شکونی میتونم دست گدایی نمیتونه بریم بشینیم جای گدایی بکنن این مجبور است از اینمی ما دانه 5 پس آدم میکنیم دانه 3 رو برای خودمون تمام میشه دانه 5 پس آدم نظمی 3 تا 4 تا خوراک عیال خود پرا میکنیم خداوند به تو این مشتدار هستیم یک کارگر نداریم کارگر ندارم پای ندارم یعنی بریم بیار از این یک دونه ماست میاریم یک پتی ماکس نمیره سودا میکنیم بده نظام یک 4 تا 5 تا نان پیسه خرج خانه خود برو میکنیم این اوید میگم میگم ماکس اوید داره ماکس هم اوید نداره من بی خیلی بزنم تا بگاره 40 روپا 30 روپا نهایت بالاش که بزنم 50 روپا بریم بالا دفعه نی واسکو کجان کی چی کنیم چاره نیست یعنی که یک سه تا نان بخریم اون میبریم یا در یک کو کچالو رو گرفته خودمون از اون مقصد اولاد خودش تیر میکنیم اگر بعضی روز یک در باز افتاد شو مثلا یک نیم کیلو برین بگیریم یا ذره برین بگیریم خودش خسته کنیم دیگه چیزی نمیشه شرایط نمیرقم چیزی که واجب نیست کجان خدا بزرگ است ان شاء الله خداوند هیچ وقت بنده‌اش تنها نمیمونه این ما شما شکر باور بله خدا بزرگ است خیر اگر امروز دست خالی که سن خانه نری آرزو داری چی ببری به خانه نه آرزو از دربار خداوند دارم که خداوند اگر برای ما یک رزق حلال خوبی مثل غذای یا خوردنی یا مثلا مواد خوراکی بعد اسم گفته بورم یا 4 روز عیالم بخوره اونمو از طرف خداوند آرزو رو دارم اینو چیزا دارم خوش میشه که دست پر بری خانه این دمی خبر دیگه نرد 40 روپا یا 50 روپا آید کار میکنیم بریم بردیم یعنی که خداوند برای من یکم روزی مرا برسونه من هم خوش هستم اولادایم هم خوش است به دربار خداوند خدا رو شکر که با همت هستی بابا جان غیرت داری این حال خیلی کار میکنیم خودت همین جگه باش آلی خماس که من میگیرم صحیح است ها همین دانه 5 روپا گفتی خیلی برای ما یک دیگه هم بده یک دانه که دیگه هم بده در پا میشه نه باش خیلی یک پیسه برای تو مشکل نداره خیر سلامت باشی بابا جان والله فرق نمیکنه پیسه سلامت باشی خیر باشی خیر خودت همین جگه باشی ما فقط همین چند دقیقه یک برات یک ذره مواد غذایی میارم سایز نه ان شاء الله همین جگه که استاد سایز نه رفت پاس میای بابا جان پاس میای
جان سلام علیکم. خوب هستی؟ ما پس آمدم کاکا جان. این مواد تا آوردم. زنده باشی کاکا جان. خداوند شما جان جور بده. چای گوره گرفتیم دیگه اینا برنج هم گرفتیم کاکا جان. برنج گرفتیم، آرد گرفتیم کاکا جان برات. روغن هم گرفتیم برات. چویی هم گرفتیم، نمک هم گرفتیم کاکا جان برات. زنده باشی خداوند. خوش شدی؟ خاطر شبت 1 کیلو گوشت گوسفند هم آوردیم برات. زنده باشی. تشکر. زنده باشی. اینجا یک باز بانم باز بالا برات باز موتر میگیری چی میبری باز چی میبری؟ یک کراچی میگیریم دیگه پیسه موتر رو نداریم با خدا میاریم در بگه شما چه کنیم اینی دستلاف اولم بود. خب اینی دستلاف اول بود دیگه خدا را شکر. امروز دست خالی خانه نمیری کاکا جان. دست پر است ان شاء الله. خوشی بور میرم که حالا عیالم از پیش شما راضی و خداوند است که شما خوش باشه. کاکا جان نگفتن نمونه که ایره یک همشیره ما یک همشیره خیرخواه ما خانم فاطمه زمانی از جرمنی بر خودت کمک کردن و یک خواهش داشته که یک مریض بسیار عاجل داشته برش دعا میکنیم خداوند مریضش خداوند مریض شفا بده خداوند با روز زندگیش و مریضش برکت بنازه جان جور بده شفای عاجل برش میکنیم درباره خداوند جان جور بده. خوش شدی کاکا جان ان شاء الله. یعنی خودت یا موالکت بتانی کنال دیری یک جهان تشکر میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. کاکا جان خوب هستی؟ چه حال احوال داری؟ بخیری؟ سلامت هستی؟ خوبی؟ بخیر است؟ سلامت باشی بخیر باشی دیگه خوبی؟ چطور هستی کاکا جان؟ چی میفروشی کاکا جان؟ این دانه ها رو میفروشی. خب این دانه ها باز چه رقمی است؟ این دانه ها ارزشمند است؟ بوتل مورا میگه یا معقید میگه. خب بوتل مورا میگیره. خب این اونایش مهر مورا میگه. خب عقیب شجر میگه. یا عقیب هست؟ عقیب شجری میگه. خب شجری میگه. باز میفروشی کاکا؟ میفروشی می روزگار نمیچله. صبح از خانه بار میبرش خدایا بودی تو حرکت بود یک چیزی مرا بیده خدایا تو به من رحم کو روزگار نمیشنه در بدر خواب به سر است میم اگر روزگارم بیچاره بارم در کل مسجد نماز میخونم بهتری روزگار نمیشنم به در بدر حالا باز روز چند فروش میکنی؟ فروشید بالا دمی یک ماشته گمالیم یک روپیه را نگیرم یک روپیه با خدا اکستر گیریم یک لقمه یک نفر نونبایی هست یک نون با ما میره امور نوشیان میکنم دیگه دم چوچا بگوییم میرم چیزی نیست بگو سر چند نفر باز در فامیل چند نفر است؟ فامیل 6 نفرم 6 نفر باز دیگه کسی نانوار است؟ نانوار باشه کاربار نیه دیگه میره بیچاره غریب بودم میدونی خوش در بدر خاک بسن خدا مهربان است خدا مهربان است تشویش نکن خدا بزرگ است خدا در بدر است مدتی 15 سال شد ولی ما یک کمک نخوردیم بیا خدا مهربان است کاکا جان ما از پیش یک سوال بکنم اجازه هزار دفعه نه خفه شوی نه خفه نمیشم بچه خفه شم کاکا جان صبحی که اومدی در خانه چی نداشتی هیچ چیز ندارم مرم به امید خدا میگم بیا دولای روغن یا برنج یا آرد پیدا کن به سودا و میسوند سودا منم پس برمیگرد هیچ چیز نداشت دانیم بعد خوش با گردن سرگردان است سرگردان بیا مهربان است خداوند کاکا جان الهی شکر من با دید خدا خدا یک تا یگانه است خیر با امید تو ارم خدا مرا امید مگرد بشک کاکا جان یک روز یک نفرم دیدم کوچه خودم رکریشن میرفتم یک نفر میترم یک 4 نان داشتم مرمرند و خوشوشا رفتم شب روز دعای دیگه خدا تو یک برچه 4 نان خیر اگر کار کنیم خودت همینجا اگر باشی ما برم برات یگان ذره مواد خودم بگیرم از داد چشم دی مردی خوش منید خوش خدا تو به حج ببرم عمر دراز کنه به هر چیز میده خدا با عمر شفا بده سلامت جان جوری بده عمر تو برکت منتظر باش ما برات مواد میارم صحیح است نه وای فعلا در اجازه کاکا جان یعنی این مرگه تام بگی ما پس میایم کاکا جان پس میایم ما اجازه
سلام علیکم کاکا جان. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ جان جورا خیر از وانش همیشه بشی کاکا جان. خوب هستی؟ اینا ما پس آمدم کاکا جان. بخیر هستی؟ اینا مواد تا آوردم برای کاکا جان. اینا ای هم نان برای چاشت، ای هم گوشت گوسفند کاکا جان. خوش شدی؟ بخیر هستی دیگه؟ ما خوش شدم که تو خوش شدی. بخیر باشی، سلامت باشی. باش کالمی دعای تا شامل یک همشیره ما هم بسازیم. همشیره ما به نام خانم فاطمه زمانی کمک کرده. الهی خدا شفا سلامت باشی. و از ما شما یک خواهش کرده، یک دونه یک مریض داره. خدا شفا بده. خداوند مریض شفا بده. بخیر سلامت باش کاکا جان. مواد تسلیمش شد. بخیر سلامت باش. الله نگهدار.